مرده که همیشه در زبانش طلاق با اندک نافهمی طلاق به زبان میگیره احمقترین مردها به شمار میروه. ولی یک مرد سالم، یک مرد عاقل و باهوش هرگز همسرش به طلاق حتی تهدید نمیکنه، حتی نمیترسونش که ترا من طلاق میتیم، ترا طلاق میکنم، هیچ وقت خیلی گپ نمیزنه. خب ببین خواهر عزیز، اگر به زمان آینده اگر باشه طلاق نمیشوه، یعنی مرد سینی همسرش بگه که اگر همین کار میکنی یا اینکه فلان کار ای دفعه تکرار میکنی طلاق تا میتیم، طلاق میکنم بگه، یعنی به زمان آینده بگه، اگر در این صورت زن طلاق نمیشوه. ولی اگر به زمانی گذشته بگه یا که به زمان حال بگه زن طلاق میشوه دیگه، چون که طلاق شوخی نداره. یعنی بگه که تو طلاق هستی یا اینکه طلاقت کردم، به زمانی فعلی زمانی گذشته را استفاده بره، در این صورت بیشک شبه زن طلاق میشوه دیگه. خب البته در مسائل طلاق باید به دارالفتوا مراجعه شود، چون که خیلی مسائل نازک و دقیق داره که همون مفتی متخصص همین فن او را باید که تحقیق بکنه، دو طرفه باید که او را مثلا بپرسه، بعدا یک حکم را صادر بکنه. و ایلو این مسائل طلاق ما حق نداریم که با یک کامنتاری نوشتن قدی ما مسائل طلاق بیان بکنیم. و گفتنی هستم برای همون مردهای احمقی که همیشه در زبانشون طلاق هسته، از الله بترسن. سبحان الله، شما به هر چی بازی کردی با طلاق بازی نکنی. شما تصور کنید که همسر شما طلاق میشوه و بعدا شما فکر میکنه که اولی طلاق شدگی نیست، با او زندگی میکنه، زنا میکنه. اگر از شما فرزند تولد بشه بعد یعنی طلاق گفتنتون، فرزند شما فرزند زنا میشوه، فرزند حرامی میشوه. شما کمی اندیشه بکنید، شما مسلمان هستی، مسلمانی را همین رعایت بکنی. اخی توی درجه را آدم احمق نمیشوه که دیگه مثلا طلاق به زبان میگیره با اندک نافهمی با همسرش. مرد عاقل هیچ وقت کار نمیکنه، بلکه کوشش میکنه که زن اصلاح بکنه، کاری میکنه که زن اصلاح شوه، نه اینکه با اندک نافهمی همسر به طلاق نکزد بکنه. در این صورت زن نکزد نمیکنه، شما فرزندای خودتون نکزد میکنه، فرزندای خودتون جزا میتیه با گفتی خودتون که فرزنداتون ای پدرشون محروم میکنه، ای مادرشون محروم میکنه. و بعدا بعد دم در بدر ملاها میگرده، با دارالفتوا و روایت کوی میگرده که ایا روایت بیاوی که من زن من نکاح بکنم پشیمون شده.